این خطهایی که روی تپه های کنار دهه طوله ناحیه حصار حالا میبینید، این تقسیمات نه زمین های کشاورزی بلکه سرحدات دهه در آینده بنیاد شونده باید می بود. قرار بود 700 نفر ساکنان نیازمند ناحیه حصار در این تپه ها قطعه زمین دریافت کرده در آن منزل آینده خود را بنیاد کنند. با این خاطر برخی از ساکنان با این تپه ها که در آن دهه آینده باید بنیاد شود سنگ و شغل آورده، حتی برخی ها پایدیوار منزل آیندهشان را گذاشتند. اما آرزوی ساکنان برای بنیاد منزل های نو در این دهه نوبنیاد جامعه عمل نپوشید، چون که با گذشت 4 سال مقامات تازه تعیین ناحیه حصار قرار تقسیم 700 قطعه زمین به ساکنان را بیکار کردند. بیکار شدن تصمیم تقسیم زمین برای 700 نیازمند آن در ناحیه حصار بحث و جنجال لفظی شدید را در مجلس ناحیه حصار برانگیخت. این تصمیم باعث یک جنجال لفظی میان شریفجان جمعه‌زاده رئیس ناحیه حصار و وکیلان مجلس ناحیه شده است. قرار جدا کردن قطعه های زمین برای بنیاد منزل زیست به ساکنان ناحیه حصار عمدتاً در زمان رهبری رحمانزاده عثمان سبز رهبر پیشین این ناحیه صادر شده است. ساکنان حصار که پس از سالهای تکاپو و دو با امید صاحب پارچه زمین شده بودند، اما با عوض شدن رهبر ناحیه و جماعت قرارهای زمین نیز دیگر شد که نقشه و برنامه‌های آنها را برباد داده است. برای برخی از ساکنان بی زمین مانده این بحث باعث ناامیدی آنها شده است. حبیب الله غفورов ساکن دهه آبشاران جماعت سامان ناحیه حصار که سالهاست برای گرفتن یک پارچه زمین تلاش میکرد، نیم سال پیش شهد شادی صاحب زمین شدن را در باغستان چشید، ولی با لغو شدن قرار تقسیم زمین او از این همه وضعیت خیلی خسته و ناامید شده است. در همین زمین نزد حوالگیمون 5 اویله از همین زمین تقسیم میکشیم. کوی لوجش بود اگه چورا میدیدن حکومتی جمهوری بخوبتر میشد. تابستان امسال قطعه زمین عبارت از 6 ساتیخ در کنار دهه باغستان به عائله غفورov ها و تقریبا 700 نفر دیگر داده شد. الهام میرزایف یک ساکن دیگر نیز از قبیله نفران خوشطالع بود که از زمین های کنار دهه باغستان صاحب زمین شده بود. همین زمین ها در حقیقت موافق قرار حکومت ناحیه حصار تقسیم شد. مردم تالان های گرفتن قدر امکان. تالان ها در دست مردم ایستادگی است، لیکن زمین ها را خودش بیکار کردن. امروز با گفتن که رفته خودمان هم دیدیم که همون زمین هایی که با مهنت زحمت جفت بریدن تقسیم کردن، امروز با باید جفت کرده کشت کردن. کوریده گندم کوریده. اگه نمیدونم مردم که کجا دعوا کنه و او زمین های از کجا گیره. کارشناسان میگویند محدود بودن زمین برای بنیاد خانه و گران بودن قیمت آن شدت مسئله دسترسی به منزل را در آینده هم بیشتر میکند، چون پیش بینی می شود که تا سال 2018 اهالی تاجیکستان از 8.5 میلیون نفر امروزش تا به 10 میلیون جمعیت افزایش یابد.